دادگاه در هلند هفته پیش یک شهروند این کشور رو برای به گفته دادگاه نیتی بدرفتاری جنسی با کودک یعنی یک دختر نابالغ توجیک به 18 ماه حبس محکوم کرد. این مرد و دختر توجیک اتهام را بی پایه و اساس مینامند. حکم 27 ایون صادر شد. مرافعه دادگاهی اول سال 2015 برگزار گردید و در این دادگاه مرد 56 ساله سابق رهبری یک سازمان خیریه هلندی که به کودکان معیوب توجیک یاری‌ها میکرد در تلاش بدرفتاری جنسی با دختری نابالغ توجیک عیبدار دانسته شد. ولی خود ماجرا از سال 2010 شروع شده است. درباره جزئیات این قضیه خیرمان بقازاده اطلاع بیشتر دارد و من از او نخست اصل ماجرا را پرسیدم. شهلا واقعا همین یک قضیه خیلی سنگین و پیچیده و است و در این 4 سال گذشته در مطبوعات هلندی هم خیلی زیاد بازتاب یافته است. هفته گذشته در هلند یک دادگاه تجدید نظر گفت که خلاصه های دادگاه سال 2015 درست است. یعنی دادگاه میگوید که یک مردی آن زمان تخمینا 50 ساله و مؤسس یک سازمان خیریه هلندی در تاجیکستان با کودکان یتیم کار میکرد. این مرد با دختر 12 ساله رابطه های نزدیک دوستانه برپا میکند که از نظر شاهدان کارمندان هلندی سازمانی با نام سویتاساف غیر اخلاقی بوده است. کارمندان رئیس سازمان را در آن گمانبر میکنند که با دختر نابالغ آگاهانه یعنی دانسته مناسبت های غیر اخلاقی برپا کرده بود. ولی آنچه که در دادگاه ثابت شده است و در صادر شدن حکم هم نقش بازید این است که در فاصله 3 سال یعنی از سال 2010 تا 2013 میان این مرد و دختر نابالغ که تفاوت سن سالیشان 35 سال بوده است مکاتبه و صحبت‌های تلفنی عاشقانه و خیلی فحش صورت گرفته بود. دادگاه مضمون این صحبت‌ها را همچون تلاش یا نیت بدرفتاری جنسی نسبت کودک ارزیابی می‌کند. خیرمان تا کجا درباره این قضیه ساختارهای حکومتی تاجیکستان هم آگاه بودند و یا شاید تحقیقی در این زمینه انجام شده است؟ بله این سوال خیلی درست است. خودی دختر که تمام ماجرا را طوری گفتم یک تهمت مینامد در صحبت با ما گفت از بس که او از دوستی با این مرد تنها نیکی دیده است هیچگاه به کسی دربارش چیزی بدی نگفته است و شکایت هم نکرده است. ولی یک کارمند حکومت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که به اطلاع آنها سفرهای دختری نورز به اروپا با این مرد با رضایت والدان دختر صورت گرفته است و ظاهرا هر کمکی که این مرد کرده است به حیث کمک خیریه و یا کمک پولی به حیث قرض داده است میگوید و شکایت کننده ها هم در هلند میگویند که آنها نه به مقامات تاجیک بلکه به مقامات هلند